نگاه کنین این سنگای فسیلیه. سنگای فسیلی برای من مال چند ساله، من نتونستم بگم. اگه کسی هستش میتونه بگه اینا چند سالن، قدمتشون چند ساله هست، میتونم برای ما کامنت کنم، به ما بگن. ببینین اینا هم سنگای فسیلی، این شکلیه. نه اینا هم گوشمایی میگن، بهش صدف میگن، چی میگن؟ نگاه کن اینا، این ورش اینجوری. اینا از تو کوها پیدا کردیم، اینا همه از تو کوها پیدا کردم، تو کوهای فیروزکوه، تو کوه، بالای کوه. نمیدونم اینا کی اینجا دریا بودش، دریا چند میلیون سال پیشه، چند سال پیشه. میخوام بگم شما به من بگین، میخوام شما دوستان به من بگین که این مال چند سال پیشه. نگاه این ورش اینجوری سنگه، ورش اینجا خود گوشمایی، همه اینا هم اینجوریه. اینا اینجا مثل این یکی اینجوری، این ورش این شکله، این نازکتره، خیلی نازکه دیگه. اینا که همه سنگ دارن، اینا هم اینجوریه. بعد اینو نشون میدم بشه نازکه، چیزی قشنگیه. اینا که همین. بعد اینجا سه تا سنگ دیگه هم اینجا دارم. اینو نگاه کن، شبیه شطور میمونه، نمیدونم این رنگ نورم از خودش رد میکنه، نمیدونم این چیه. بعد یکی دیگه اینجاست، این نگاه کنید، یه خورده میخواد نور چیز کنه، ولی کامل نور رد نمیکنه، نه. ولی خب چرا روشن میشه یه جایی. اینا نگاه کنید، اینا کاملا روشن میشه، نگاه کنید چه سنگیه، چیزیه. یکی دیگه هم این هم همینجور روشن میشه. اینا همه رو تقریبا یه جا گرفتم، نمیدونم. این هم هستش. این هم نگاه کنین، نور میخواد بده بیره، ولی چون که کلفت زخیمه نمیده، این نور چیز نمیکنه. جلوی قرمز نمیده با اینا، قرمز شده اصلا شجایی مشخص. اینا دست شما در نکنه، من راهنمایی کنید.